کتاب المغازی. نویسنده کتاب موسی بن عقبه است، متوفای سال 141 هجری قمری. خب این آقا شاگرد آقای محمد بن مسلم بن شهاب زهریه که بالاخره از تاریخداران مکتب مدینه و خیلی معتبر. خب این آقای عبارتی داره در این کتاب در صفحه 334 حدیث و سقیفه بنی ساعده و بیعت و ابی بکر. اصلا در این باب این رو آورده. موسی بن عقبه عن ابن شهاب، از استادش ابن شهاب زهری جملاتی رو نقل میکنه در مورد بالاخره اون ماجرای سقیفه تا میرسه به اینجا. میگه فقال عمر لا والله لا یخالفنا احد الا قتلناه. به خدا قسم هر کسی که با ما مخالفت بکنه میکشیم. این عبارتیست که اینجا با قسم جلاله. خب طبیعت قصه اینه، با توجه به جایگاهی که جناب عمر در بین صحابه داره و بالاخره برادران اهل سنت مستحضرن و براش اون اعتبار و احترام رو قائلن، ایشون قسم جلاله خورده. اگر این قسم رو عمل نکرده باشد طبیعتا باید نقلی باشه مبنی بر اینکه ایشون بالاخره این قسم رو عمل نکرد و کفاره داد و توبه کرده یا کفاره داد. همچین نقلی نیست. ما تا به حال ندیدیم. ما تا به حال ندیدیم. امیدواریم اگر عزیزی دارن ارائه بدن، نقل معتبری باشه، استفاده بکن. دو تا حالت میتونه باشه. اگر چنین نقلی نباشد یا باید بالاخره کسی معتقد باشه ایشون به امور شرعی معتقد نبوده و همینجوری رو هوای قسمی خورده، کسی اینجوری قائل باشه که برادران اهل سنت ما قطعا اینجوری قائل نیستن. یا اینکه کسی بخواد بگه نه آقا اتفاقا خیلی مقید به امور شرعی بوده، قسم خورده اما بعداً پشیمان شده از این قسم و نسبت به حضرت زهرا اینو عمل نکرده و لذا کفاره قسم هم داده. خب اب نداره، نقلشو بیارن ما استفاده میکنیم. آیا حضرت زهرا سلام الله علیها بیعت کردن با خلیفه اول؟ خیر. ببینیم مصادر اهل سنت چی میگن. آقای غزالی کتابایی داره به نام مجموع رسائلش که جمع شده در یک جا. در بین این مجموع رسائل کتابی داره به نام سر العالمین و کشف ما فی الدارین، در واقع رساله 22. در اینجا در صفحه 483 که این در واقع رساله سر العالمین هست عبارتی داره: فان العباس و اولاده و علی و زوجته و اولاده لم يحضروا حلقة البیعه. میگه عباس عموی پیامبر و فرزندانش، امیرالمؤمنین و همسرش و اولادش اینا در حلقه بیعت حاضر نشدن. خب پس از زهرا این اولین مخالفت، بیعت نکرد. در صحیح بخاری کتاب فرض الخمس صفحه 591 روایت 3093 ماجرای این رو مطرح میکنه که به قول معروف جناب ابوبکر آمدن گفتن که پیامبر فرموده لا نور اسما ترکنا صدقه فقدبت فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابوبکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. میگه از زهرا غضبناک شد و این به قول معروف او رو ترک کردن، با او دیگه صحبت نکردن و این هجران تا زمان شهادت حضرت ادامه داشته. فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. بعد میاد میگه 6 ماه زنده بود و در این 6 ماه هم مکرر باز از ابوبکر طلب میکرد که آقا بالاخره ماترک رسول خدا چی شد؟ خیبر، فدک، صدقات در مدینه. خب ببینید خب اول ایشون گفته که پیامبر گفته من ارث به جا نمیذارم. وقتی حضرت زهرا مکرر طلب میکنن یعنی آقا من اون حرف رو قبول ندارم دیگه و قهر کردم. خب اینم یه مخالفت دیگه. هی مکرر بری به طرف بگی نه آقا بده اون چیزی که از من گرفتی، این مخالفت. باز ببینید همین روایت در صحیح مسلم چاپ دارالطیبه جلد 2 صفحه 841 آمده که بالاخره از زهرا غضبناک شدن و قبول نکردن. و در نقل دیگری هم دار مسلم که عرض کنم خدمت شما از زهرا سلام الله علیها اتفاقا این درخواست مستقیم رو داشتن. در جلد 3 تاریخ طبری در صفحه 429 و 430 اون روایت پشیمانی رو میبینیم که جناب ابوبکر میگه فوددت انی لم اکشف بیت فاطمه عن شیء، ای کاش این کار رو نمیکردم. خب این هم نشانه از چی داره؟
نشان از این داره که بالاخره این مخالفت حضرت صدیقه کار رو به جایی رسونده که در واقع حریم خانه ایشان هم شکسته شد. ابن ابی شیبه در جلد 21 المصنف خودش این روایت رو نقل میکنه که بالاخره وقتی امیرالمؤمنین و زبیر و دیگرانی با حضرت زهرا میمدن مشورت میکردن بر سر امر خلافت و امامت، خب اینا یه روز رفتن بیرون و شخص عمر بن خطاب آمدن خدمت حضرت زهرا و عرض کرد خدمت حضرت زهرا که یا بنت رسول الله جملاتی گفت اینا تا رسید به این قسمت: آقا من خیلی پدرت دوست دارم، خیلی شما رو دوست دارم، اما و ایم الله، به خدا قسم این مانع من نمیشه که اگر این افراد نزد شما جمع بشن من دستور میدم خونه رو بر سرشون آتش بزنم. بعد حضرت زهرا وقتی عمر میره اون افراد میان پیش حضرت میفهمن تعلمون ان عمر قد جاءنی، میدونید که عمر اومد و قسم خورد که اگه برگرد خونه رو آتش میزنه و ایم الله لا یمضین لما حلف علیه، به خدا قسم او آتش خواهد زد. بله. خب بعدم ببینید محقق در پاورقی میگه صحیح هم، سند روایت معتبر. آقای بلازری در این کتاب در جلد اول چاپ دارالمعارف مصر در صفحه 586 یک روایتی رو میاره از مدائنی، از مسلمه بن محارب، عن سلیمان تیمی و عن ابن عون. بله. خب این سلیمان تیمی آقای صفایی عزیز و ابن عون که در اینجا در این روایت هستند افرادی هستند که به قدری معتبرن که علمای اهل سنت دربارشون گفتن شک این دوتا هم حکم یقین رو داره. عجب. چه برسه به یقینشون. یعنی اگه چیزی هم بگه ای نمیدونم انگار اینجوریه، یعنی همون جوریه که این میگه. خب حالا اینجا یقینا دارن یه روایتی رو بیان میکنن، اون وقت تازه هر کدوم از اینا شکش برای خودش یقین حساب میشه. اینا دوتاشون با هم دارن این رو نقل میکنن. میدونی خیلی مهمه. اینا ضریب میده به روایت برای بالا بردن. و بعد تو صدر سندم بالاخره مدائنیه. در تاریخی ها میدونن مدائنی کیه. ان ابابکر ارسل الی علی یرید البیعه فلم یبایع. ابوبکر فرستاد سراغ امیرالمومنین که امیرالمومنین بیعت کنه، اما بیعت نکرد. فجاء عمر و معه فتیله. ایشون با فتیله آتش اومد، با شعله آتش. تو بعضی منابع داریم معه قبس، شعله آتش آمد. فتلقته فاطمه بالباب. از زهرا سلام الله دم در رو دیدن، گفتن اتراک محرقا علی بابی، اومدی خانه را آتش؟ گفت بله. و ذاک اقوا فی ما جاء به ابوک. این اتفاقا دین پدر شما رو تقویت میکنه. خب طبیعتا با توجه به قداستی که برادران ما برای ایشون قائلن، وقتی ایشون میگه آقا این کار دین پدرت رو تقویت میکنه، باید این کار رو انجام داده باشه دیگه. اگر نه خب طبیعتا کاری کردن که در راستای ضعف دین پیامبر باشه، خب این طبیعتا عزیزان ما این رو نخواهند پذیرفت.